یاد بگیری که نگران نباشی. نه به این معنی که بیخیال باشی یا مسئولیت پذیر نباشی، بلکه به این معنی که متوجه بشی که مراقبت با نگرانی فرق داره. بیشتر ما فکر میکنیم اگر نگران باشیم آدم مسئول تری هستیم. انگار ذهنت میگه اگه به اندازه کافی نگران باشی اتفاقات بدی توی زندگیت رخ نمیده. اما آیا واقعا اینطوریه؟ تا حالا شده نصف شب از خواب یهو بپری به خاطر اینکه ذهنت درگیر استرس آینده بوده، درگیر پول، سلامتی، رابطه، کار، یا اتفاقاتی که هنوز نیفتادن، یا ساعت‌ها توی ذهنت در حال جنگیدن با داستان‌هایی باشی که هنوز اتفاق نیفتادن و فقط توی ذهنت وجود داشتن؟ این یکی از عجیب‌ترین کارهای ذهن انسانه. ما میتونیم از چیزهایی رنج بکشیم که هنوز اتفاق نیفتادن. ذهن یک داستان و سناریو میسازه، یک فیلم، یک تصویرسازی، بعد خودش نسبت به اون فیلم واکنش نشون میده و اینجا بدن ماست که هزینه‌اش رو پرداخت میکنه، چون بدن و ذهن ما در رابطه مستقیم با همدیگه هستن. ضربان قلب بالا میره، عضلات منقبض میشن، خوابت به هم میریزه و انرژیت از دست میره. برای چی؟ برای چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. دوست عزیزم، مشکلی نیست که آینده نامعلومه. آینده همیشه نامعلوم بوده. مشکل اینه که ما میخوایم از ابهامات فرار کنیم. ذهن ما دنبال تضمینه. میخواد تضمین داشته باشه. میخواد مطمئن شه که هیچ اتفاق بدی برای شما نمیافته. در حالی که زندگی هیچ وقت همچین قراردادی با ما نبسته و نخواهد بست. شاید یکی از بزرگترین چیزهایی که میتونی توی زندگیت متوجه بشی اینه که خیلی چیزها از کنترل ما خارجن و تحت کنترل ما نیستن و هرچی بیشتر تلاش کنی که همه چیزو کنترل کنی، انرژی بیشتری مصرف میکنی و در نتیجه خسته تر و خسته تر میشی. آرامش از کنترل به وجود نمیاد. آرامش از پذیرش به وجود میاد. از اینکه متوجه بشی من هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم و بقیه‌ش رو رها میکنم. نتیجهش رو رها میکنم. من از روی ضعف این کار رو انجام نمیدم، بلکه از روی خرد این کار رو انجام میدم. چون زندگی همیشه ابهام داره، همیشه ندونستن داره، همیشه تهش معلوم نیست چی میشه. آزادی واقعیت از وقتی شروع میشه که دیگه با ابهامای زندگی نجنگی، بپذیریشون و قبولشون کنی. دوست عزیزم، آرامش این نیست که هیچ نگرانی نداشته باشی. آرامش اینه که با وجود نگرانی اجازه ندی که نگرانی هات تو رو کنترل کنن. فقط ببینیشون، مشاهدهشون کنی، ولی درگیرشون نشی. چون تمام نگرانی ها رو ذهن برات میسازه، نه واقعیت زندگی، نه اتفاقاتی که هنوز نیفتاده. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. اگر دوست داشتی بفرست برای کسی که فکر میکنی به دردش میخوره. مرسی.